صفیه؟ صفیه؟ پولاد با من کمک برسون. طبیب رو جزن الیف. پدرم، من با تویم. این چی خیل روی داد؟ او چی خیل مرده توانیست؟ فشارتان پس شده است. هیچ جای تشویش نیست. اگر خواهید با شما آرام بخشنده بدهم. نه مادر، من باید قوی باشم و او را دستگیری کنم. پولاد صفیه، حالت خوب نیست. اگر خواهی طبیب تو سوزن دارو گذرانم. نمیخواهم. من باید قوی باشم. من باید پدرم رو بینم. پولاد، اون نمیخواهد الیف. تو هم بد به نظر میرسی. تو باشی انتظار هستی که حالم بهتر میشود.
من به نزدیکی با قلیچ گپ زدم. اگر باور نکنید خودتان زنگ زنید. او گفت که پدرم در جلسه است. گفت که آنها به زودی می آیند. این چی خیل روی داد؟ او گفت که در پهلوی پدرم بود و بعداً هواخوری برآمد. شاید با تلفن گپ زدن نمیخواست. هیچ کس حق ندارد که با من چنین رفتار کند. صفیه، این را قبول کردن دشوار است. این خیلی دشوار است. او آخر ایزی افی رو پیدا کرد. تو با کجا؟ حاضر برمیگردم. من در کجایم؟ من اکنون چی کار کنم؟ گوش میکنم. این در کجا روی داده است؟ من حاضر می آیم. بدون هیچ شرح و تفسیر همه بگذار خاموش هستند. خودت خوب هستی؟ خوب. در خانه وام میخوریم. این کار هم به پایان رسید. چی شد؟
چی شد دخترکم؟ تو چرا گریه میکنی؟ پیشم بیا مایده یکی من، پیشم بیا دخترکی من. پدر او به زودی می آید پسرم. پدر جون در آمدن ممکن؟ التجا میکنم پول رد نکن، بگذار طبیب تو رو ببیند. تو چه خیلی بد به نظر میرسی. خوب الیف، به بینیتون چی شد؟ هیچ چیز. من باید با تو صحبت کنم دکتر. و من بگوی. من بیخوابی دارم، خوابم نمیبرد. این چند وقت بازی ادامه دارد؟ تو گپم رو نبر. من عصبانیم. من الکه 6 روز باز تپش زیادی قلب دارم. من این روز زیاد خسته میکنم. بعضا دستانم میلرزند، سخت عرق میکنم، قفس سینه و معده‌ام درد میکنند. 2 روز باز نمیگذرد وقتی که میشینم و برمیخیزم سرم چرخ میزند. نفس کشیم دشوار است، مشکایم درد میکنند. پیش چشمانم همه چیز شنا میکنند. الکی روزی دویم است که من توهمات را میبینم. در پیش چشمانم بناگاه رویاها ظاهر میشن، مثل که من در این جایم و آنها به من مینگرند. بعضا بدنم را حس نمیکنم، گویا که از من جدایم. لیکن بعدا میتوانم که به چیزها به طور کافی واکنش نشان دهم. در اینجا همه چیز خوب است. فکر میکنم که من خرابی روانی موقتی دارم. تو چی میگویی؟ با گفته‌تان موافق است. شما روزهای آخر یگان آشفتگی را از سر گذراندید تا اینکه چنین نشانه ها پیدا شوند. فراموش کن. در حیاتم یگان چیزی غیر عادی نبود. چند نمود طبابت هست که آنها را استفاده بردم ممکن. رفتار درمانی، گیپنوز،
табобати бо шӯрона. این نهایت طولانی است و من داروی بی‌دهتا در یگان جا نرفتم. تنها داروی خواب نه، وقتی خوابیدن ندارم. زخمی کرد به میان بود. این یک کرد بود یا یک چند؟ یک کرد. تیغی واسه بدندانه. یقینا کرد نانبوری است. کرد نان. دو شاهد هستند. آنها جنایت را دیدند؟ نه جناب، اما آنها چیزای غلطی نقل میکنند که آن زمان روی داده است. من عکس احتمالی گمان بر شده رو ترتیب دادم. پرونده کشیدید؟ کشادم. جناب، ما در چند سراغه ها تفتیش گذراندیم، لیکن الحال هیچ کس رو پیدا نکردیم. او را از دست ندهید و فکر هم نکنید که عکسش رو به مطبوعات دهید. اگر او را پیدا کنیم چی؟ فوراً به وسایط اخباری عامه خبر دهید تا آنها انتظاری نکشند. شما با عائله او تماس گرفتید؟ نه جناب. خودتان روید جناب سردار. حتما معلوم کنید که محمد قراخانی در آن بی‌وقتی شب در میدان سلطان احمد چی کار میکرد. جناب دکتر اینجاست پولاد. حالت اگر بد باشد میتوانی که روی. خوبم. تنها کمی خسته شدم. اکنون حالم بهتر شد. این انیق است الیف. تو درباره چی میگویی؟ بله، نمونه مویهای او و علی مانندند. از کی؟ پیش از به اینجا اومدن ما نمونه مویهای علی و پدر شما رو به متخصص نشان داده بودیم تا اینکه شبهه‌ای نباشد. شما موی پدرم رو از کجا پیدا کردید؟ از خانه پدر عمر در روی کت. همه این رو چخیل به مادرم نقل میکنیم. امنیت رو تقویت بخشید. احتمال خبرنگاران آیند، آنها را به خانه نزدیک شدن نماند. به اجازت من هیچ کس به خانه ندر آید. آنها خوابند. بانو نرگس خواب است. صفیه فهمید؟ تعزیه بیان میکنم جناب. بانو نرگس میتواند به طور گوناگون واکنش نشان دهد. یکم، بازگشت به گذشته خیلی عمیق. دوم، واکنش غیر چشم داشت وقتی که او درباره مرگ شوهرش با خبر میشود. کدام واکنش؟ این معلوم نیست. مصلحت من به او دارو بدهید و با گذشته وقت همه را به او نقل کنید. اینطور نمی شود. من مادرم رو دور و دراز فریب کرده نمی توانم. کی به او میگوید؟ خودم میگویم. زخمی او هنوز خیلی تازه است. ما خطا نمی کنیم. تأثیر داروتان کی میگذرد دکتر؟ مادرم کی بیدار می شوند؟ فکر نمی کنم که او پیش از نیم روزی بیدار می شود. صفیه. مادر؟ صفیه کجاست؟ به نزد مادرش برآمد. من به بیرون می روم.
کی این کارا کرد؟ نمیدانم. محمدی من حاضر در کجاست؟ نمیدانم مادر. قلیچ با او است. او در پهلویش بود. با من امکان ندادن که پسرم را پیدا کنم. محمد را از افه جدا کردند. مادر جون، ما افه را میابیم. من و تو قوی خواهیم بود. او را پیدا میکنیم برای پدرم. ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم صفیه. من تو آن چیزی که پدرت وصیت کرده است و پسرم نسپارم نمیمیرم. چی گپ است؟ خانه رو کفتگاه کنید. یک ماشین آمده ایستاده است. این ادوکت یوست. خواهش میکنم یک طرف آمدن. خواهش میکنم آرام شوید. یک طرف این چی گپ است؟ شما داریم مورد چی گفتم؟ یک طرف خواهش میکنم. ما میخوایم فهمیم. دش نروید. خواهش میکنم یک طرف ایستید. آرام شوید. یک طرف. یک دو سخن میگوید. یک طرف ایستید. خواهش میکنم. از شما خواهش میکنم. شما یگان اظهارات میدهید. لطفاً بگویید که چی شما روی داده یک است. طرف ایستید. خاطر را پیدا آرام کردن. شوید. یک طرف التماس با ما یگان چیز بگویید. سوالهای ما جواب التماس یگان حرف بزنید. ایستید. و ما اطلاع لازم است. خواهش میکنم یک طرف. با کفا. آرام شوید. یک طرف. یک طرف. ممکن است. از شما خواهش میکنم. تعزیه بیان میکنم. تعزیه بیان میکنم. تشکر. ما در کجا میتوانیم صحبت کنیم؟ ما را تنها میگذاری؟ البته رفته میبینم که صفیه چی حال دارد. بانو الف، تشکر. نمیارزد. من هیچ کاری نکردم. چی واقعه روی داد خلیچ؟ نمیدانم.
او را انتظار بدم. باید به من زنگ میزد. این خبر را از رادیو فهمیدم. شما در کجا بودید؟ او باید به یک جلسه مخصوص میرفت. به من گفت که او را انتظار شوم. این در کجا بود؟ رفته دیدم. آنجا خالی بود. مثل که 10 سال باز در آنجا کسی نبوده است. در آنجا او با کی واخورد؟ نمیدانم. این را حتی از شما پنهان کرد. آنها هر 2 سال یک بار جمع می آمدند. جسد در پایه ستون یاد بود چی کار میکرد؟ نمیدانم. ما در این باره به کسی نقل کردن نمیتوانیم. ما باید یگان قصه به حقیقت نزدیک را فکر کرده براریم. کی را بردی ارهان؟ با نزد یکی میمتی. تو از کجا فهمیدی؟ من میفهمم ارهان. این عدنان فربی نگفت که او در نوبتداری خواب بود. او گفت که وای زیبا است. روس است چی؟ این مملکت از غیبت خراب می شود. میدونی به تو چی میگویم؟ تو به این هم حیاتی کم داری. آن را با گپ‌های بیهوده صرف نکن. اگر یگون چیز گفتن خواهی بگو. آفرین اکای ارهم بگو. تو میمتی را به حیات برگرداندی. خوب شد که تو این همشیره رو پیدا کردی. همشیره روس هم میشده است؟ در عالم زیر زمینی دوستان و دشمنان هستند. مهم نیست که کدام دین، زبان، نژاد، رنگ، جنس. باز این که او روس نیست. پس ببخش ارهان. من هیچگاه اینطور نگفتم. در روزهای ما تا به حال آدمان درست و با مدنیت هم هستند. حتی در میان زنها نیست. ببین و شرم دار. لقی پرگو. اکا آمد؟ نه عبدال. اگر چای خواهی چایدان در زیر زینه پایه است. با من چای بیارید. خیلی صادق. رو با عبدالهای چای بیار. زود باش. عبدال؟ چه گپ شد؟ یگان حدیثه روی داد. قراخانلی مرده است. جدی؟ امیدوارم که در جای خوب و با اتاق چای بیار و کسی را در آمدن نمان. بگذار کسی با یگان جا نرود. ما کار داریم. من چی کار کنم؟ قراخانلی مرد. اکام در هیچ کجا نیست. او چه خیل مرا تنها گذاشت. من هم باید با اون میرفتم و در آنجا میمردم، لیکن در اینجا موندم. با آنها به یگان جا رفتن ممکن است. بعد صدمات اول جامعه روایت خود را فکر کرده می براید. قراخانلی در میدان سلطان احمد چیکار میکرد؟ اگر در مورد این نظریه های سوءقصد بسیار گپ زنند، حادثه های ناخوش به عمل خواهند آمد. همه میدانند که قراخانلی تنها به جای نمی رود. نه تنها به من بلکه به پاسبانان نیز. در این حالت چی باید فکر کنیم؟ تو گفتی که در 2 سال یک بار جمع می شدند. این چیز دیگر است. مهم نیست. ما نشانی را دیگر می کنیم.
به ما سیناری لازم است که با آبروی قره‌خانلی در جامعه موافق باشد. جنابان، گفتن لازم است که او شخصاً به کودکان یتیم کمک میرسانید. این ساعت برآمده رفت تا اینکه هیچ کس در مورد کمک رسانی او به کودکان نفهمد. سالهای زیاد این کارا میکرد، برای همین این محل را خوب میدانست. عالی. این را در عائله نیز محاکمه کردن لازم است. نمیدانم که این با چی به انجام میرسد، لیکن در جامعه ما میتوانیم نام این پدر را ایجاد کنیم که پسرش را از دست داده است، برای همین شخصاً به کودک کمک میرساند. من باید تلفن کنم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ چیز. صفیه به فکرم با مادرش است. از تلفنت زنگ زده میتوانم الیف؟ البته. تو بهتر به نظر میرسی. من تو را ترساندم. من تشویش کشیدم. تو را سخت پزمان شدم. این رو بینیده پزمان شده است. ما برای چی قلیش رو نکشتیم؟ یگانه ضعیفی او قره‌خانلی است. او حاضرانیق یگان خبری بد میگوید. خواهر؟ باز کدام خواهر عبدالحی؟ اکا این توی؟ منم. اکا من مرا در اداره انتظار شوید، به هیچ کجا نروید. خدا را شکر. این غیر امکان است. آنها کارد را استفاده بردند. آنها مردم را ابله می‌سازند. محمد قره‌خانلی بزرگ شبانه با کار در میدان سلطان احمد کشته شده و به آنجا پرتافته شده است. او در آنجا چیکار میکرده است پسرم؟ او در آنجا چیکار هم کرده میتوانست مادر نظیفه؟ او را شاید در دیگر جای کشتند و بعد به آنجا برده پرتافتند. آدمی را که از چهار طرفش پاسبانان احاطه کردند کشتن غیر امکان است. او را از باعث علی کشته باشند که حکمت. باز کدام علی؟ از سبب آن موی اکی علی و موی او. به این چی دخل دارد پسرم؟ او باید یگان مشکلی داشت.
آدمان کلان دشمنان کلان دارند. تو خودت این را آخر میدانی. کسی با آنها ستیزه‌جویی میکند عمر پدر. نشان دادن میخواهند که قراخانی را میتوانند با کارد بکشند. حتی نه با تپانچه بلکه با کارد کشته در کجایی که خواهند میتوانند پرتایند. چقدر غم‌انگیز است. او پسرش را میجوست. مهم نیست که این علی است و یا نه، ولی وی را به آغوش نگرفته مرد. آن زن و صفیه حاضر در چی وضع قرار دارند؟ اپام حالا با آنهاست. همدردی اظهار کردن لازم است. فکر دارم که آنها آن چی میگویند، یعنی اینکه از او پول طلب کردند، او باشد نداد و آن برای همین او را کشتند. من با کسی کاری نکردم. تو شب در کجا بودی؟ کمی سیر و گشت کردم، سپس به خانه رفتم. در کجا سیر کردی؟ من با دوستانم در چنکر توران بودم. در خانه شیشتیم، کمی صحبت کردیم. ساعت چند از اونجا رفتی؟ نیمه شب. بعد کمی پیاده رفتم. خواستم که هوای تازه خورم. چی نوشیدی؟ چیزی که یافتم میخوردم. تو کی با میدان سلطان احمد رفتی؟ با میدان سلطان احمد رفتم؟ هیچ مشتری نبود. من زیاد انتظار شدم لیکن هیچ کس نآمد. قرار دادم که کمی بخوابم. کرسی را پایین کردم. بعد یک نشمندی را دیدم که خودش را به بالای ماشینم پرتافت. من بانگ ماشین را بلند کردم. او باشد نمی رود. با آینه تقر تقر می زند و سیگار می پرسد. دیدم که در کمربندش کار دارد. فکر کردم که بلا زند تو را. تریزه را کمی پایین کردم و با او سیگار دادم. فکر کردم که حاضر مرا میکشد. برای همین انتظار نشدم و زود از آنجا رفتم. باز کدام تاکسیران؟ برای تاکسی یک پلیسیا هم ندارم. پهلوی ستون یاد بود چی کار میکردی؟ کدام ستون یاد بود؟ مرا گوش کن. بیا همه‌اش رو به من نقل کن. کار با همین به پایان میرسد. کمیسر، ما اونقدر چیزها رو آمیخته کردیم که شراب، نشه، غذا که من آن لحظه حتی پدر و مادرم رو هم نمیشناختم. چرا کار نگردانی؟ شما تپانچه دارید، ما باشد نداریم. هر چیز میتواند روی دهد. مجبور میشویم که خودمان را دفاع کنیم. چرا تمامی بدنت خونالود است؟ خون است؟ ما پختنی پلاو رو تمام کردیم و به خانه برگشتیم. قرار دادم که با راه کوتاه از پلوی فواره روم. در آنجا زینه‌پایه است. آهسته به ساحل رگزار فرآمدم. وقتی که از پهلوی ستون یاد بود میگذشتم، دیدم که دو نفر جنجال میکنند. هوا تاریک بود، چیزی دیده نمیشد. آن مردی قد بلندی پالتوپوش را تیله داد. او باشد وی رو با دستش تیله داد تو اینکه رود. مردی قد پستر قریب افتیده بود، لیکن با پایش ایستاد و از کمرش کارد را کشیده فریاد زد که او را میکشد. من این همه را دیده ترسیدم. برای همین قرار دادم که از آنجا روم. یاد ندارم که کسی را تیله دادم یا نه. یک نفر دیگر را هم تو زخمی کردی؟ برادر، من میتوانم که از میان پایان زخم دار کنم، پای ران را تا آنکه ترسانم، لیکن هیچ کس را کشته نمیتوانم. تو شخصی کشته شده را میشناسی؟ برادر، آخر گفته ایستادم که کسی را نکشتم. پولی جیبت چی؟ برادر، من وقتی که از خانه برآمدم در جیبم یک تنگ هم نداشتم. ساعت؟ هیچ گونه ساعت را ندیدم. خونی در کرتت و با خونی شخصی کشته شده موافقت میکند. من چه خیلی توانستم که این اندازه مست شوم؟ نمیدانم. آیا برداشتن موضوع افعال لازم است؟ آیله باید قرار برآورد. اما فکر دارم که تأثیرات کلان میبخشیم اگر این را مبادله کنیم. من وقتی که پیشنهاد کردم این رو در نظر نداشتم. چیز شخصی باید شخصی ماند. جامعه به موضوع افعال توجه خواهد کرد. آدمان طبیعتاً انسانی را حمایه خواهند کرد که پسرش را از دست داده است. جنایت در نقشه دویم قرار میگیرد. او را شاید از باعث افعال کشتن. نمیخواهم که نرگس از باعث این ناراحت شود. من اکنون تنها یک آرزو دارم.
اجرا کردن وصیت محمد. رحمت شخصی بزرگ بود. او تا با آخرین لحظه موازنت را برقرار کرد، موافق آن عمل میکرد. وقتی که لازمی شد و توازن قدرت را تغییر میداد و آن را به منفعت همه ما استفاده میبرد. من او را آگاه کرده بودم. گفته بودم که آدمانی که با آنها باور دارد دوست نیستند. میگفتم که پشتش را با آنها نگرداند، وگرنه به پشتش ضرب میخورد. او به پشت یکی خسرو ضربه زد جناب سیاه. کسی که رفت برفت. بیاید بررسی کنیم که اونایی که زنده موندند چی کار خواهند کرد. قراخانلی هرچند سرورش با هم بود اما از آن بالاتر نبود. به شورا سرور لازم است. البته داوطلبان خواهند بود، مخصوصا قلیچ. او خواهد گفت که واریس است. ساموئل را نیز از حساب بیرون کردن لازم نیست. آنهایی که بران را کشتند احتمال به ساموئل علیه کم چیزی گفتند. تو خودت چی فکر داری؟ من از همه آنها تجربه ناکترم. تو به امروز هیچ کس از من بالاتر نبود. جناب سیاه، روزها رو با من گذار. تو به کرسی برون بنشین که به آن سزاوار هستی. بعداً کیروه همه را در اطراف جمع می آورد. هم روزها و هم امریکایی ها دست تو را خواهند بوسید. الحال در مورد اف گپ نخواهیم زد. شاید نفرانی پیدا شوند که به او ضرر رسانند. طوری که فرمایید. قلیچ، کارهای محمد را ادامه بده. از تو خوبتر کسی نمیداند. پولاد ما را همیشه دستگیری میکرد و در چنین روزهای وزنین او در پهلوی ما خواهد بود. من اگر در بین مردم با شما باشم این میتواند که شما را بی آبرو سازد. در نهایت کار آخر من سروری مافیا هستم. محمد واقعا هم تو را قدر میکرد. تو عضو خاندانی ما هستی. بانو سردار شعبه پلیس آمد. جناب نظام الدین، لطفاً با او مشغول شوید. ما امروز آماده نیستیم که بیانات دهیم. تشویش نکشید. نرگس، افسوس میخورم. خیلی افسوس میخورم. من از تو در خشم نیستم. تو گناه نداری. تو نشه استعمال کردی، قرار دادی که پیاده گردی کنی. وقتی که از خانه دوستانت برآمدی برای تراموای به میدان سلطان احمد رسیدی. از یک تاکسیران سیگار پرسیدی، او به تو داد. تو وقتی که به میدان رسیدی یک مرد ثروتمندی پالتو پوش را دیدی. قرار دادی که او را غارت کنی. از او پول طلب کردی، او به تو پول داد. تو ساعت او را پرسیدی، او آن را نیز به تو داد. سپس تو خواستی کامیونش را بگیری، اما او دادن نخواست و شما به جنجال سر کردید. تو تهدید کردی، او را میکشم گفتی. آدم قرار داد که گریزد، لیکن تو او را در نزد ستون یاد بود دریافت کردی و به پشتش ضربه زدی.
برادر این همه کار با یادم نمیآید. جوان سرکشی کردن لازم نیست. تمامی دلیل ها زیدی تویم. برادر من کی رو کشتم؟ کلانترین صاحبکار ترک را. فرض کردیم که من بیعقلی کردم. اون صاحبکار نیم شبی در آنجا چی کار میکرد؟ ما میخواهیم تا شما بفهمید که محترم قرهخانلی با سببهای مخصوص نیمه های شب تنها در میدان سلطان احمد بود. ما باید فهمیم که او در اینجا چیکار میکرد جناب نظام‌الدین. او خودش نمیخواست که در این باره بدانند. برای همین بی‌محافظان تمام چاره‌های بی‌خطری را صرف نظر کرده شخصاً به کودکان، یتیمان، فقیران و به آنهایی که در کوچه میزیند کمک میرساند. اکنون همه فهمو شد. در این محله بسیار خانه ها شاهد عالی همتی قرهخانلی بودند. شما خودتون در این باره به اهل جامعه خبر میدید و یا ما بگوییم؟ بهتر میشد اگر این کار را شما اجرا کنید. خاندان موکل من به این موضوع ها نهایت حساس است. میفهمم. من پرونده مرحوم را از شما میپرسم تا آن را به صفت ادوکات آموزم. خانواده شخصیت قاتل را دانستن میخواهد. البته. شما برای دادن گواهی کی آماده خواهید بود؟ امروز نه جناب سردار، ما مصیبت کلان داریم. برای معاین کردن جسد و گرفتن چیزهای شخصی قرهخانلی شما با من میروید؟ من الک 30 سال باز در رخصتی نبودم سموئیل عزیز. زنم تمامی گوشهایم را خورد تا اینکه اقلاً پیش از مرگ به رخصتی رفتن لازم است. من اگر بمیرم این زنی ظالم در آن دنیا هم این را از من طلب خواهد کرد. مجبور میشم که من برای یک مدت به شویتزاریا بروم. الو، تو چه ها میگویی؟ حاضر فکر میکنم. بله، تمام پول را گذاشتم. ما سردارمان را از دست دادیم. این مصیبت بزرگ است. ما پول را از دست داده نمیتوانیم. وگرنه رحمتی در گور چپ و راسته می شود. با گذشته صلوات پلکچی. فکری گریختن را نکن. چی؟ با کجا گریختن؟ قواها تغییر یافتند. همیشه کوشیدم که قرهخانلی را آگاه کنم. گفتم که ناراضگی هست. مرا گوش نکرد. انسان تا وقت زنده است در مورد مرگ فکر نمی کند عزیزم. احوال این قلمرو بزرگ اکنون چی می شود؟ حال شورا چی می شود؟ کی مای بیچاره را راهبری خواهد کرد؟ ایپلکچی، من مدعی برای کرسی بران خواهم بود. تو مرا دستگیری میکنی. تو موسی میشوی؟ من باشم هارون؟ تنها من از توازن بین المللی قواها باخبرم. پول در دست توست. باقی مانده ها ما را دستگیری میکنند تا از روی زمین غیب نزنند. کی تخت پادشاه را با ما میدهد سموئیل عزیز؟ ما شاهانی زیادی را به تخت چیناندیم. باز سرنگون کردیم. اکنون نوبتی ماست. وقتی که پدرم از دنیا گذشت من در صنف 8 میخوندم. تو خیلی خرد بودی. اون روزها خیلی دشوار بودند. آنگاه علی به زندگی من وارد کردید. راست؟ ما یکدیگر را میشناختیم، لیکن او از من کلانتر بود. هیچگاه الهیده صحبت نمی کردیم، لیکن بعداً چیزی به عمل آمد و او در مورد من غمخوری کردن را آغاز نمود. بعد چی شد؟ من به غضب می اومدم وقتی که با من چون با دخترک مناسبت می کرد. او در صنف 11 می خوند، من باشم در صنف 9. بار بعدی درس ها قرار دادیم که سیر و گشت کنیم و ما از مودی به سلیچق رسیدیم. روبروی مناره دختران در روی خرک می نشستیم. او گفت که با من چیزی گفتن می خواهد.
من مثل تو خوشبخت نیستم. من نه با برادرم، نه با مادرم، نه با پدرم حتی 10 روز هم در چنین خرق ننشستم. در مورد 10 سال حاجتی گپ هم نیست. این زندگی است. لیکن ما در پهلویت هستیم. پدرم عمر، مادرم نظیفه و من و پولاد. تو در پهلوی اکا می نشینی اگر او روزی برگردد. قسمت. تشکر. نوشی جان. ما محو شدیم جناب خلیل ابراهیم. تو بهتر از همه دولت را احساس میکنی برادر تونجای. ما با آن مخصوص در ارتباط نیستیم. آنها چی میگویند؟ هیچ چیزی نمیگویند. راستش رو گویم من هم نمیپرسم که آنها چی کار میکنند و چی خیل میکنند. حتی بیچاره را هم این طور نمیکشند. در مورد محمد قراخانی حاجت گپ هم نیست تونجای. با این به ما چیزی گفتن میخواهند. کی؟ من اگر میدانستم بران میشدم. شما پیشنهاد نمودن نامزدیتون رو به نقشه گرفتید جناب علی ابراهیم؟ من غارتگر شدم تا اینکه گردنبند نپوشم برادر تونجای. باز کدام برانی؟ لیکن اگر تو خواهی به من بگوی تا من بدانم. ما آدمانی جدی تر داریم. بران شدن به ما نمیرسد. زیا و یا قلیچ. شما چه؟ من بعد آنکه با هر دویشان به تنهایی صحبت میکنم قرار میبرارم. آنکه سری کیروی را به من میآرد او را انتخاب میکنم. بگذار همه با طور خوب صورت گیرد. فکر میکنید که این کشتارها به پایان میرسند؟ میخواهی یا نه؟ طور میشود که باید باشد. حاضر هر کس احتمال برای خود خواهد بود. لیکن معلوم نیست که کی میماند. این چه سفسطه است؟ چه خیل در دوام 2 ساعت آدمی را یافتند که قراخان را کشته است. از این که این کار را زود انجام دادن پس حکمنامه قراخانلی کیها به امضا رسیده بود. شاید آنها این پیام را فرستاده بودند. کدام پیام؟ در آن نوشته شده بود که آن چیزی است که تو میتوانی بگیری و میتوانی که نگیری. آن را دیدن ممکن است. شاید یگان چیزی میابیم. محمد آن را آتش زد. آنها این را چخیل به او رساندن؟ با دست من و صفیه. ما وقتی که از خانه پدر عمر برمیگشتیم یک جوانی به ماشین پرتافت. به ما هم گفتم ممکن بود که آنها کیستند. وقتی که پسرش برمیگردد او همه رو میفهمد. چه خیل؟ او چیزهای رو به من گذاشت که من باید به او بسپارم. شما به ما نیز نشان داده میتوانید. اگر چیزهای شخصی نباشند آنها به ما در افشا کردن جنایت کمک میرسانند. افسوس میخورم نمیتوانم چون که به محمد قول دادم. در واقع دپارتمنت پلیس خواهش میکند که نفری از عائله به مردخانه برود تا اینکه جسد را معاین کند.
قراخانی شخص بزرگ بود. او اگر بیرفت پس تمام توازن قدرت هم تغییر یافت. او مرگش را خودش با دستش آماده کرد. او هیچ وقت نکوشید موافقت کند. ما برای او ماتم گرفتنی نیستیم. این برای ما امکانیت است. نیروها تغییر یافتند و ما باید برای همه سرپناه شویم. همه فکر میکند که ما این کار را کرده ایم. برای همین هیچ کس نمی آید. مناسبت ها میان روسیه و ترکیه حالا بهتر شدند. مرگ شخصیت طرفدار امریکا همه را بر ضد روس‌ها میشوراند. ما گذشت یک مدت نتیجه ها را احساس میکنیم. این به ما تاثیر نمیرساند. بعد آن که شما به بازار وارد شده، تنبولجی مرد، تستری مرد، خسرو مرد، اکنون قراخانلی. دو تنابگر در بالای یک تناب جای نمیگیرند. آنه که با ما همکاری نمیکند میمیرد. چون سر جدا شده افتید بدن را نیز نست کردن لازم است. ما باید پولاد و تمامی باقی مانده ها را بکشیم. این کاری چندان آسان نیست. شما در دل چی فکر دارید؟ قراخانلی را ما نکشته ایم جنابان. فریفته نشوید. وضعیت دیروز به نزدمان آمد. میبینیم که امروز هم می آمده باشد. اینجا چی گپی هست؟ لحظیا 50 سال این لحظه را انتظار شده است. او به نزدتان می آید تا شما را مجبور سازد که دست خودتان را ببوسید. من خیانت را نمی بخشم. او یا به من اطاعت می کند و یا به اون دنیا رحلت می کند. او جنایتکاری واقعی است. بر زمین این نشانمند نیز است. او پیش برای دزدی، قصدن جراحت رساندن، غارتگری، نگهداری و فروش مواد مخدر حبس شده است. او از محبس کی برآمده است؟ 1 ماه پیش. او به گناهش اقرار شد؟ اقرار شد. گواهی شاهدان و اسباب جنایت که در خانه‌اش یافت شد، پول و ساعت، لباسش پر از خون، این همه عیناً از طرف او به صادر شدن جنایت اشاره میکند. او شخصی کشته شده را میشناخت؟ طبق گفته‌هایش نه. لیکن گمان بر شده ننوشته است که او کارت زده است. او زیر تاثیر مواد مخدر قرار داشته است. چه خیل آدمی که زیر تاثیر مواد مخدر قرار داشت چون این ضربه دقیق رسانده توانست. او خطا نکرده، حتی از پشت راست به دلش زده است. البته با آدم باور کردن دشوار است خانم ادوکات. آنها سعی می‌جویند. لیکن متاسفانه چون این صاحبکار جدی را به مثل محمد قراخانلی، این پردیگادا او را برای هیچ چیز کشته است. سایه غیب زد و آفتاب پیدا شد. اسد جناب این کار را کی کرده است؟ آنهایی که قراخانی را بران ساختند اکنون او را محو کردند. وقت جنایت چی جناب؟ اسد هیچ کس اجازت نداده بود که تطبیق لایحه در آسیای میانه به تأخیر انداخته شود. در لیبیا خریری را کشتند، در اینجا باشد قراخانلی را. در هر کشور منطقه ترتیب نیروها دیگر می شود. به آن سروران نیگر که 5 سال پیش بودند. در عراق صدام، در سوریه اسد، در آذربایجان حیدر علیف، در فلسطین عرفات، در اردن شاه حسین، در گرجستان شورنادزه. تنها ایران و مصر تغییر نیافتند و خلاص. مصر را تغییر دادن شرط نیست، لیکن ایران هدف رقمی 1 است. ما چیکار رو به نقشه گرفتیم جناب؟ اسرار محمد قراخانلی در کشتار او پنهان کرده شده است. ما این جنایت را فاش میکنیم. آنهایی را میبینیم که در پس سایه ایستادند.
دیشب من وقتی که به اتاقم وارد شدم در آنجا شیرمان نشسته بود اسد. یعنی چه خیل جناب؟ این را از تو پرسیده ایستادم که چی طور شد اسد. آنه که به منزل ما وارد شد بعد دیگر جای نیز در آمده میتواند. عدنان خوردن را بس کن وگرنه وقتی که اکای نعمتی میبراید تو را در بیمارخانه خواباندن لازم میآید. من از زیقی میخورم. در اینجا میشینیم هیچ کاری نیست. من با کراسورد های تو یگان چیز میگویم. شامتان خوش بچه ها. مهمتی چی حال دارد؟ خوب است. با دیداربینی نآمده. دیداربینی من است. من زیارت کننده نیستم. تو آنجا ایستا. برو از اینجا. مهمتی من خیلی افسوس میخورم. من از این آدمان خواهش کردم که به تو آسیب نرساند. لیکن مرا فریب کرد. اصلا تو مرا فریب کردی. مهمتی من ترسیدم که پدرم کودکانم را از من میگیرد. لیکن نه پدرم بلکه پولاد پسات را به خود گرفت. نسرین بیرو میگویم. من به شما ضرر رساندن نمیخواستم مهمتی. کی مرا بجز تو خوبتر میفهمده؟ من به اونجا رفتم تو را بکشم. و من تو حاضر از فکرم دست نکشیدم. زودتر بیرو. اگر مرا کشتن خواهی بکش. من بی پوسات زیستن نمیخواهم. زودتر صحت شم و پسرم را اقلا یک بار به من نشان ده. سپس میتوانی که مرا بکشی.
شیشتن میخواهی؟ تو چرا با من دروغ گفتی؟ من حقیقت رو نمیدانستم، برای همین صفیه. تو با من گفتی که پدرم در جلسه است. خودت باشی هواخوری بر آمدی. تو در پهلویش نبودی. نه، او مرا با خود نگرفت. چرا؟ من از پدرت آن چیزا را نپرسیدم که او به من گفتن نمیخواست. تو پدرم را کشتی. تو چه ها میگویی؟ او از باعث من مرد. به من یک کمی شفقت لازم است خدایا. این در دستی تو چی کار میکند؟ فکر میکنی که عکسی مرا به جای بد گذاشته و پدرم شدی؟ تو برای من هیچ کس نیستی. هیچ کس نیستی. تو خطا کردی و برای همین پسرت را از تو گرفتم. تو باید اشتباهت رو میجستی، لیکن پسرت را جستی. تو گفتی از باعث من خطا میکنی و از باعث آن که مرا از تو ربوده بودن تو مرا سبب گناهایت کردی. تو از باعث من اینقدر جانها را رنجاندی. تو از باعث من اینقدر آدم را کشتی. تو از باعث من فرزندان را بی پدر و پدران را بی فرزند گذاشتی.
تو از باعثی من را بودی و کشتی. این همه از باعثی من بود. شما همتون پدر بودن میخواهید. تو پدر هستی، اصلا پدر است. دولت پدر است. او پدر بود، این پدر است. شما همتون قاتلان فرزندانتان هستید.